شکر مامان روز اول که تبریک باشه که صبح عروسی دختر شما من خبر شدم منتها خیر باشه که ما خبر نکردیم به عروسی معذرت از اینکه گیلک بچه شما بیامد به پیش من که موتر بده و روز موتر خوب بده که به روز عروسی خوار خو گل زنم ما والله به روح خو ندیدم مامان روز چون واقعیت خود شما میفهمید شما هم موترمینی بلد نیم گیلک بچه شما با موتر برقی سل اگریپور بخریدم گفتم اگر گیلک جان شما موترون حل پیدا کردیم به پیار خوب بگو بیایم مشکل نداره موتر میدم اگر شما موترون حل پیدا نکردین که من به دست کی بودم موتر میگن نه بعد یعنی من میبرم باسکل یاد دارم گفتم خب موتر تا باسکل فرق میکنه خب گیلک اومده بده بله صبح آمد پیش من از این کار که من خبر ندارم دماد گفته که من موتر خودم باید پیدا کنم دماد من باید بخونم موتر پیدا کنم چه من باید پیدا کنم من چون گیلک گفته که من موتر من ری نکردم برای خواه کردم به دست اصلا یخ خوشم به دست ندیم خاطر گفتم مامان روز خیره که ما به عروسی دختر خبر نکرده یک دم از ما ناراحت چیزی نشد نه رمضان جان من ناراحت نباشم من عروسی دماد منه من نوکر اینو برای موتر پیدا کنم چرا خود موتر رو پیدا کرده نمیتونه که ما برو پیدا کنم بریم رمضان جو این گپ تو که من قبول دارم گلی تو هر وقت که عروسی بچه خوربه کردون یک ایجو از من طلب گله کنیم اما عروسی دختر من میشه اختیارات ندارم کوکو خیلی گپی نیست مشکل ندارم من نمیگم اگه گیلکم برای محترماده درست من از اون نمیگم مامان من از این میگم که یعنی شما سعی کنیم من پیش خود مادر مرخو اینا گفتم سعی کنیم نه که همین مامان روز حال ما و شما همسایه گفتم ما به عروسی خود خبر نکردم سعی کنین که باز بچه اینو میایه به پیش ما که موتر خو بده وقتی ما به عروسی شما خبر نباشم موتر اشته میایم روی دارین که به ما بگیم بفهمیدی خیلی باشه گپ بینی مقصد معذرت اگر گیلک ما در گفتیم گپ گفت موندا گپ قبول نکنین ندی موتر و دست کنیم اصلا باسکل یک از نمیتونه گپ شما اما که خر و دست گیلک نمیدونم خیلی بینید خوب شکل رو پیدا باشه کار گیلک جو جان یه خیریت اول خوبه چی گپایه یار هستی جان اول خوبه خیریت خیریت بود گیلک جو پیار ما به تو سلام میگفتم چه خوشحالی گیلک دیگه عروسیه خب خیریت پلاو خوردنه عروسی کی نگیلک عروسی داده این شوا دگه نونا شما به روغنه و دگه گفته تو بستگه بسوختم در گرفتم مثل من دگه نمیرم به تلو به پیش گوری پلو دگه نمیرم به تلو کی هست گیلک جو کی عروسی بخیر سبا تو به پله سبا سرتر خو سبا پیار میگفتم برو به نیلیلا بگو که خود اینا خود دفل زمان خو دزل تمام موتر دفل تمام خو گبزی همسایا خورم هم رقیقا خورن گبزی 4 تا 5 تا شاید بیشتر کمتر ماستا باشین که به جونر دیگه بیایم عروسی ببریم میبری بعد خبری ها شما رو ببر خب به دومت کشون میریم خوبه به خوب و کدو تالاره خبر هستی یا نه خب کدو تالاره تالار دروازه خشک دروازه قندهاره اسپین عادیه کدو تالاره رو پاکت نمیشته نفهمیدم چون سباد مکمه گیلک جو برو به پیار خو بگو مامان نورالله گفتن من میرم موتر پاک بکیزه و میشورم آماده میکنم سیفی میکنم چند تا دیگه موتر مایه نگفت 4 تا 5 تا گپینیه خوبه گپینیه خبریا خیلی واسطه خوبه مشکل نداره ما مفخورا خیلی خوبه باشه برو چشما خو گیلک جو ما به خدمتتونیم برا رو زنده باشین سلامت باشین یک چیز دیگه لاله نیلیلا واسطه که عطر فشاری میخرم به غرض نداریم یک 300 نیم ساعت 280 دیپیه به جلو داده خو به جلو دومات اینا به عواف دردم نه دیگه تو کارا نمای گیله از تو عروسی خوارتون مگر قومی دومات کارا رو بکنه نه شما پول ما به قرض بدین خوب باز بالید امو موتر خوب ندانه بگیم موتر ما بگیم نوتره به برج موترا دیگه بگیم کرایه بیشتره به پیش خو کمن نداره من میبینی واسکات هم برمنیه به تا واسکات ما هسته باز مال کو پلان هیچ چی ندارم خودت
خوب گیلک جو دل جمع باشه. من میرم رفیقا خورن گپ میزنم موتر رو آماده میکنم فقط مستقیم میام بم دم سرا شما استاد میشم. دیگه چی میگیلک؟ ما نورولا گفته خوبه میاد. خوبه شما و ننه شما خبره. ما و ننه منی؟ بدین اطلاع. خب من کو موترمون مجبورم دیگه خوبه. نه یک حق موتر یک حق شما و ننه شما دیگه من کو میگم تا موتر ما کو نمیتونم بیام دیگه. چرا خوبه باشه. خوبه. امشب ز خوشی مرغ عوامه رقصه آستا جور باشه که جیر خانشتنی جنجر خیریته خدا را شکر زنده بشی کلون غلمو چی والا اول داری گیدم سلامت بشی شکر فضل خدا کجا بخیر میرن دیگه چیز دیگه اومدگی عروسی دیگه مبارک باشه گیلک جو کجی جان زنده بشی برو کجی جان برو 370 ریپی اندازه 370 ریپی یا 400 ریپی پول نداری با ما بغاش بدی خاطر فشک و عطر فشاری میخرم گیلا گردن مبان باشه برو نه اگه من میدیشتم از تو میگیشتندم انمی 20 $، او هم نصف لنگی اونیه دیگر هسته خیلی من لنگی میدارم میچله یا نمیچله برو میچله یا نمیچله کجی؟ جوان و 20 من برو بده و نه گفتی بغرس و به 20 ریپی کورتو میچله 2 فشه میدم گردن مبان یکی نمیدم فشه نزی داری اونی 5 ریپیه نه داری فیگیو مراد ما من دیگه ایت شیدی ندیدم از تو میشنو کجی؟ برو اگه چیز کنی عروسی زنانه امکان داره که تو رو خبر کنیم چرا با ما زنیم؟ نه خود یعنی عروسی زنانه میگم بدون مرتکای بدون بچه های اگه تو مثال میگم سیکو کمک چیزی به حقم بکنی مثلا به غچ پول بدی که من ترقه میخرم بیشتون بدادم دیگه گیلا و نه به بیشتی به برار طور مرتکه به دنبال خر رایی نمیکنه که خر بچرینی خیر بینیم برو جو ما وقت بیاد هم نداریم به عروسی شما بیاییم خداوند که مبارک کنه تشکر ما بیکاریم که ما بخدیم بیاییم به عروسی شما بیاییم نه من نمیگم تو بگو خود پول هیچ چی دیگه یعنی هیچ چی نیه مرغ لیسکی گیل لگه یک ریپیه نیه خیلی باشی اولا ما کشمیشیه برو فلان چیکار کنه از کی برم بستونم نه یک کار کن برو پتو بنده جامعه بگو بدیم به نام خدا خیر چیزی بیا یک مسئولیت بیا رقیق بگو یک کار ما امتیار کنم تو میگی برو پتو بنده گدهی کن تو به سر مادر خود داری به پیار می نمیگی نه به سر مادر تو دارم به پیار تو نمیگم ما هم برم چیز کنم کسی پیار خود بزنم که به می عرفسی خرد شو برو یا میسی که جون خوب سیخ دیگی نه یا دولنگ کوش نو خریده برو مردی تو بفیشو کوشو که بعدشی خریده نه اینا نه کوشو خود خویا نمیگم اینا کلنگا منه تیر باش گیلا تیر باش اگه می 4 دیگه بروی دنیا رانی تیر باش برو جو پیار تو آدم سخته خدا میدونه کوشو رو به چی رقم بخریه همونا رو تو ببینی بجونی بفتشی تو رو میته مقدار پست تو میکنه برو کلیزا بیا برو گدایی کو برو جو برو اینجا به خیالم که کلیز خیلی کلیزا گردنم من خونبه تیر باش خونبه یا کجیر باجی که خونبه بابا اگه مال بخیره پوست میکنه بچه به توی گدگه بلا تو به خدا اونی بیاماد استنی عباس خیار خوشحال بخیری سلامت خیار هستی؟ شکر چی که پایه؟ برای شکر تو مسلم بیام به درس روش ما خوب شد تو با اینجا بدیدم خیرات بیدر دیگه اولی عباس تبریک باشه پیشا پیش خیلی بین زنده بشه انشالله خدا بزرگ تا این روزال برسی نوزاد دالشی عرسی کنی انشالله بخیر دوم هم عباس مادر من مره کردن گفتم برو به درس رو عباس اینو سیکو که مار خبر کردم یا نه شاید ما عیاد اینو برفته باشیم دل اینو مسته باشه که مار خبر کنم عیاد اینو برفته باشه برو بگو سیکو ما فامیلی بیایم یا که ما پیار ما بیایم چی رقم مار خبر میکنیم یا نه شما جان سیکو تو یک چیزی بگم ما خود می یک سر دارم 1000 سودا کارت توزیع کردنم به جمع نیه اگر کارت به شما بیاوردم خوب تو خوب ما میگم نفته کنه ویری خور بیاریم اگر ناوردم شما هم گله نباشه رفیق دیگه آها این رقم دیگه عباس خب میفهمم که یک سر داری 1000 سودا داری عباس مونتا ما گفتم شاید
شما نوشته کرده باشیم کارت همون نفر عیادی برفته باشه کارت به در سرمون نیارده باشه یا ما عیاد شما رفته باشیم ما گفتم بیام به در سر شما به شما یادآوری بکنم که ما عیاد شما نریم ما و شما همسایه‌ایم پس حالی که من بیامدم بفهمیدم که شما تو این رقم گپ میزنی خیر باشه عباس جان مشکل نداره با یک روز یک عروسی ما هم با میگیریم و یک چیز دیگه عباس حالا دیگه 2 روز ما خبرم که 2 روز پیش شما بگرفتیم همین کارتار پخش کردیم حالا که آن سبا عروسیتونه اگه امروز هم اگه شما کارت به ما بیاریم به درد ما نمیخوره حالا که انشالله بخیر بکن خوشبخت شی خیر باشه مشکل نداره که ما خیر باشه میفهمه اقتصاد ضعیفه وضعیت کشمشیه دیگه به دل نگیری یک رستی چیز دیگه موتر چیزی نداری که گل زنم خبر دوست رفیقه قوم خیشه یاری عباس خود تو که خبر ما موتر ندارم من این باسکل دارم اگه گل میزنی یعنی باسکل به خدمت من مثل شما بری نامرد نیام که دو آدم بیان که باسکل گل زنم بزنسی و گفتمان باسکل دارم اگه به درد شما میخوره کنه باسکلی برو خیلی برو باشه دیگه مشکل ندارم میرم با مادر خو میگم اینا ما خبر نکردم بابا نصیب بود میایم نبود چی دیگه اون بر اینجا تالار نصیب شما بود که میایین اگه نبوده که شما رنگ گلی نباشه ما خود معذور کار دارم آره خوب شد مامان نوروز شما رو دیدم سلام علیکم خیریات بخیر جان شما دور کمی واسه کمی گلوی واسه تیناشه چیکا پای مامان نوروز یار هستین مامان نوروز بله آره همون طریقی که شما فرمایش داده بودید همون طریقی که شما فرمایش داده بودیم ببرم موتر رو دادم موترشویی موتر رم پاک پکیزه بوششتم آماده کردم و صفی کردم تکمیل تیاران امروز به لین هم نرفتم همینجا استاد شدم گفتم مال بیام گفتم یک کمی پولم بدیم که ما بریم تل هم بندازم برای صبح یک دیگه هم امی بچه شما گفت که آدمی رفیقا خواهم یک دوستی موتر دیگه هم گپ بزن که بیا یک کمی خبریا ما را در سرا بردار ببر به تالار و پیار مثلا گفت بعد از سلام انمی فقط به الله برو بگال می بیام که برای شما بگم کار ما برم رفیقا خورم گپ زنم یا موتر که موتر ما بسته کاکا من چی فرمایش دادم پیار بچه شما به در سرا ما گفت پیار می گفت برو به نورالله بگو موتر خوری به لین نبره موتر براتون به دیزل تمام پاک بگیزه بوششتم آماده کردم صفی کردم منتظر ببینم که شما پول بدیم تل هم بندازم بخیر که صبح بیام خبریا شما بردارم بابا گفت که صبح عروسی خوار منه به میتگو ها دیگه بد که غلط که برو کاکا برات کار کن برو چه مامان نوروز برو کاکا برات کار کن مامان نوروز شما رو در سرا ما ری کردیم میم را لین بس دادم نورالله تو رو شما چم تاسو گیلاک بدون که گیلاک کردم تاسو میذارم برو که از این سر تو مخرب نکنم تاگشون برو کاکا خب مامان نوروز عروسی دختر منه من مصرف های بودم مامان نوروز گوش کشی من چی میگم مامان نوروز بچه شما به من بگفت من گفتم خوبه من رو شما به زمین خور نمینداختم گفتم غمی نداره سیکو بچه من بد کرده دوماد من غلط کرده تم غلط کردی کاکا یعنی شما عروسی نداره نورالله خیلی خودم گفت کلاب نتون تیز برو برای کار خواهد عجب که روز وقت باشتر سال لینا کاکا برو حال ما سبا نیایم کاکا جو عروسی دختر من عروسی با چی میکنی که ما موتر ماسه باشم مامان نوروز چی خاطر چرا ما مصرفای ما بودم چرا به در سرا ما پس ما غلط کرد گفت برو برات کار خور کاکا مامان نوروزو که اختیار نداره چرا به در سرا ما رای میکنی برو که اصلا من خراب نکنی سنگ و فرق ساعت هم میزنم عجیب مردمی میم را کار خوب افتادم از هری به 12 ساعت کار میکردم تا شما مامان نوروز با قبرستون کاکم تو هم گپ بچه من گیله کردم صادر شو باور میکنی دوماد من اشتباه میکنه که پیش همین تو آدم نادونه که گپار میزنه که من میرم موتر عروس گل میزنه که موتر پیدا میکنم چون دزلتام گپ میزنه چه کار میکنم این بابا اصلا منطقه چه میداخته خوب شده که من رفیقا خوری چی نگفتم نکنه من را کار میافتادم من برو کاکا برات کار خوب برو دیگه از این شهر اصلا من خراب نکنیم دیگه من گیلا کردم خوب شد بدیدم بیا گیجی میگم تو وزیر سفیدا کی آورد که برسیدی در سال رمضان گفتی که موتر برقی خوب بدیم دست آمدیم ها و شما نمیگن گل میزنم و چیز موتر دزفلتان ها گفته او بابا جانی کارا به جمع دامادتونه به جمع منیه چی میفهمم موترای که چدار ای بر بباره اونا چی؟ اونا هم به جمع دامادتونه به جمع منیه کاکا من دختر بودم جا لرزانه بودم بریو هم برو موتر بره گپ زنو کنه تا گوش تو نمیته بعد براره میره میگه بره بگه بره نیمان این چی ما موجه نگی با برار که بگی خصوص تو دوی داده خوبه
سر دیوانه میشه دیگه پا اشتا نمیشه یه مال شما بیشتر بالیا گردن ما بند باشه برو دیگه برو تو خودت میشو میزنم دو پیرن مال شما بیشتر پا برو بری نیمان جون بری تو سردل داری او میگه او شیطونی میکنه میگه ابری حیثیت شما پاک چلب میکنه بیا از به تاقل یک پیری ابری هم نداره برو گیله که اصلا مسئله نکن دیگه برو دیگه برای اتنان